ممنون میشیم که کانال ما را سابسکرایب کنید و ما را دنبال کنید و از ما حمایت کنید. به نام خدایی که زیباست و زیبایی ها را دوست داره. سلام میکنم خدمت همه شما. من بهنام کیانی هستم و در ادامه معرفی ظرفیت های استان پهناور اونفارس این بار سری زدم به شهرستان آباده، شمالی ترین نقطه استان پهناور اونفارس و در روستای زیبا و هدف گردشگری خسروشیرین در 80 کیلومتری شهرستان آباده و در بخش بهمن سوغاد هستم. و اینجایی که امروز اومدم و قراره که به شما معرفی کنم رودخانه زیبای خسروشیرین هست که سرچشمه میگیره از این روستا و سرازیر میشه به سد درودزن و سد ملا صدرا. و اینطوری که به ما گفتن بخشی از آب شرب شهرستان شیراز از همین رودخانه تأمین میشه. وجود این رودخانه در اینجا باعث شده تا مزرعه پرورش ماهی شکل بگیره و افرادی هم در اینجا مشغول به کار بشن. اگر که سری زدید به شهرستان آباده حتما سری به این رودخانه و چشمه‌سارهای اون بزنید، قطعا لحظات زیبایی را میتونه براتون رقم بزنه. شهرستان آباده و روستای زیبا و هدف گردشگری خسروشیرین.